سر شب بود. داشتم تو اتوبان رانندگی میکردم. داشتم از پارتی دوستم برمیگشتم خونه. خیلی خسته بودم. واسه همین تصمیم گرفتم برم توی هتل نزدیک روستا بمونم. هتل خیلی بزرگ نبود. به نظرم هم یکم ترسناک میزد. بعد از اینکه چکین کردم کلید و شماره اتاقم رو گرفتم. شماره اتاقم 23 بود. وقتی تو راهروی هتل از کنار اتاقم میگذشتم از اتاق شماره 20 صدای خنده یه بچه رو میشنیدم. فقط 2 اتاق از من فاصله داشت. وایسادم و متوجه شدم که در این اتاق با بقیه اتاقا انگاری یه کوچولو فرق میکنه. درش خیلی قدیمی بود و یه سوراخ کلید بزرگم داشت. انقدر بزرگ که بشه توی اتاق دید زد. منم خب کنجکاو بودم و از سوراخ در نگاه کردم و یه دختر روی تخت نشسته بود و سرشم پایین بود. نمیتونستم درست صورتش رو ببینم چون موهاش روشو پوشونده بود. یه لباس سفید استایل قدیمی تنش داشت و خیلی هم کثیف بود. به نظر عجیب میومد، ولی خب بیخیالش شدم. رفتم تو اتاقم و در رو قفل کردم و روی تختم گرفتم خوابیدم. صبح روز بعد داشتم تو راه میرفتم. نمیدونم چرا اما ناخودآگاه کشیده شدم سمت اتاق 20 و دوباره از سوراخ اتاق نگاه کردم. اما این بار نه صدایی شنیدم و نه اون دختر رو دیدم. تنها چیزی که تونستم ببینم یه رنگ قرمز بود. گفتم لابد دیروز شاید دیده باشه که من از سوراخ سرک کشیدم تو اتاق و اونم اومده و با یه پارچه قرمز جلوی سوراخ رو پوشونده. کارش به نظرم بچگونه اومد ولی بامزه‌ام بود. لبخند زدم و برگشتم عقب و رفتم سمت پذیرش. قبل از اینکه از اتاقم برم از پذیرشگر هتل پرسیدم میگم توی اتاق 20 چه خبره؟ چرا درش فرق میکنه؟ چرا اون دختر بچه داخلش تنهاست؟ مدتی به من خیره شد و بعد شروع به صحبت کرد. گفت اوه منظورتون اتاق شماره 20؟ گفت که قبل از بازسازی این هتل یه خانواده توی اون اتاق اقامت داشتن. اون زن و شوهر یه دختر بچه داشتن و واسه تعطیلاتشون اومده بودن اینجا، ولی بعد دخترشون رو تو اتاق کشتن و وقتی پلیسا رسیدن خودکشی کرده بودن. ولی قسمت ترسناکش اینه که بعد از اون ماجرا خیلی از مهمونامون گفتن که یه دختر بچه رو در حال پرسه زدن تو راهروها دیدن و میگفتن که چشمای اون دختر خیلی خیلی قرمز بوده، انگار که خون گریه میکرده. وقتی اینو بهم گفت سکته کردم. قلبم داشت از دهنم در میومد و حتی نمیتونستم حرف بزنم. پس اون چیز قرمزی که دیده بودم، یعنی اون داشت منو از داخل سوراخ نگاه میکرد